برنامه رو پای میگیریم. 4 عضو بازداشت شده کمیسیه 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان از بازداشتگاه موقتی در خروق آزاد شدند. به اطلاع منابع رادیوی آزادی بیش از 10 عضو این کمیسیه را روز شنبه مقامات دادستانی و بخش امنیتی ولایت بدخشان دعوت نموده بعد بازپرسی درباره دریافت پول از خارجه بازداشت کردند. مقامات تاجیکستان تا هنوز در این باره به طور رسمی اطلاع ندادند و به زنگ‌های تلفنی پاسخ نمی‌دهند. همکارم میرزا نبی خالقزاد این موضوع رو پیگیری داشت و حالا در استودیو با ما قرار دارد. خب اینها رو با چی دلیل به دریافت مبلغ گمان برمی‌دانند و این 4 نفر در چه شرایط رها کرده شدند میرزا نبی؟ بله، ببینید، طور منابع رادیو آزادی گفتن آنها را برای دریافت مبلغ از طرف الفت خانم محمد شیبه و علیم شیرزمانوف گمانبر دانستند که گویا از آنها از خارج پول می‌رسیده است. در جریان این پرسش‌ها اعضای بازداشت شده‌های کمیسیه 44 رسیدها و یا خود چک‌های مبلغی که دریافت می‌نمودند پیشنهاد کردند و اینها همه به قبل آنها روبل بوده است، نه دلار و یورو. و این مبلغ هم از طرف ساکنان بدخشان که در روسیه کار و زندگی میکنند به آنها رسیده است و به خاطر فعالیت دفتر کمیسیه 44 در خاروق بوده است. برای نگاه داشتن دفتر مبلغ ضرور است و به گفته آنها این دفتر هم بر اساس قانونگذاری بعد ناآرامی‌های ماه نوامبر سال گذشته تأسیس داده شده است. آنها میگن هر صبح 44 نفر در دفتر جمع میشدند و قضیه ناآرامی‌های ماه نوامبر از جمله تفتیش پرونده کشتار گلبدین زیابیکوف را با مفتشان دادستانی کل همراه بررسی می‌کردند. آنها دریافت مبلغ از طرف علیم شیرزمانوف و الفت خانم را، یعنی مبلغ به صورت عموم از خارج را رد می‌کردند. و پس از رها شدن 4 نفر از بازداشت شده های این کمیسیه، 6 نفر از جمله حقوق شناس کمیسیه 44 فراموز ارگاشف در بازداشت است و منبع هایی که به ما صحبت نمودند میگن که فشار و زوری مقامات در بازداشتگاه در نسبت آنها وجود دارد و این را رد نمی‌کنند. بله، همونطوری که اشاره کردید بعد از اینکه اعضای کمیسیه 44 به چنین حال افتاد تحقیق حوادث ماه نوامبر از جمله قضیه کشتار گلبدین زیابیکوف در چه شرایط است؟ بله، هنوز تا بازداشت این 13 نفر از اعضای این کمیسیه نماینده‌های جامعه شهروندی در صحبت به ما گفته بودند که با شروع ناآرامی‌های در برخاروق و عملیات به اصطلاح ضد تروریستی در اوشان که به کشته شدن بیش از 20 نفر باعث و باز حادثه کشتار محمد باقر به دنبال آن کار این کمیسیه تنفذ شده است و در حال حاضر حرکت ندارد. پس از این حادثه اعضای جامعه شهروندی از صحبت خودداری میکنند، ولی مادر گلبدین زیابیکوف با نگرانی به ما گفت که هیچ پیشروی در قضیه فرزندش دیده نمی شود و از جمله گفت که از دادستانی کل روز 13 می نامه دریافت کرده است که در آن گفته شده است تحقیق مرگ پسرش ادامه دارد و از نتیجهش خبر خواهند داد. او با شنیدن خبر بازداشت نماینده‌های کمیسیه 44 خیلی ناراحت شد و گفت امیدش به نماینده‌های این کمیسیه بود که همراه با مفتشان تفتیشات را، یعنی که اینها پیش می‌بردند. و ببینید که کمیسیه 44 در پی اعتراضهای ماه نوامبر سال 2021 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل شد و از حادثه‌های مرگ گلبدین هم 7 ماه می‌گذرد، اما طور کارشناسان میگویند از صحبت نماینده‌های دادستانی کل و جامعه شهروندی بدخشان به نظر می‌رسد که به طور مشخص کار نظررسی، یعنی که نظررسی انجام نیافته است. تشکر میرزا نبی. اعضای کمیسیه 44 در ناآرامی‌های ماه نوامبر سال گذشته مذاکره کننده اساسی با مقامات بودند. با میانروی آنها به اعتراض 4 روزه در خروق خاتمه داده شد، اما بعداً از طرز کار مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ها ابراز نگرانی کردند.